امان از دست بچهای امروزی که عمرشون رو پای بازیهای کامپیوتری دارن هدر میدن. این اشتباه ترین نگرشیه که هر آدمی میتونه داشته باشه. بچه میره توی اتاق میشینه پای سیستم به بازی کردن، پدر و مادر یه آهی از نهادشون بلند میشه که آخ آخ بچه تربیت کرد، در صورتی که باید بدونن یه سری بازیهای کامپیوتری به صورت مستقیم و غیر مستقیم داره روی مهارت‌های فرزندشون تاثیر میذاره. باید بدونن یه بازی مثل ماینکرافت روی قدرت خلاقیت و نوآوری فرزندشون تاثیر میذاره، یا بازی فورتنایت باعث تقویت هماهنگی بین عصب و عضله فرزندشون میشه، یا بازی 2 تا 2 که واسه تقویت تفکر استراتژیک فرزندشون میشه که حالا دلایلش رو کامل توی کپشن بهتون توضیح میدم، و کلی بازی دیگه که هر کدومشون میتونه یه مهارت خاص رو توی اون فرزند تقویت بکنه. من والد باید برم کنار فرزندم بشینم و ازش بپرسم تو این بازی داری چی کار میکنی و چه هدف و مأموریتی رو دنبال میکنی، تا متوجه بشم که این بازی کدوم مهارت فرزندم رو داره تقویت میکنه. مثلا اون بازی که باعث میشه هماهنگی عصب و عضله فرزند من تقویت بشه، به من این آگاهی رو میده که من میتونم فرزندم رو کلاسی مثل کلاس پیانو یا تیراندازی بفرستم. چرا؟ چون اون مهارتش داره توی اون بازی تقویت میشه، پس دیگه جای نگرانی نداره. و هم میتونی از اون مهارت توی زندگی واقعیش استفاده کنی. مثلا بهش بگی مامان الان مأموریتمون اینه که این سفره رو جمع کن. اینجوری هم تو والد حمایتگری